سلام علیکم. شکر پروردگار که باز هم ما و شما را به دیدار هم رسانید. با کمال میل شوکت محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام‌نوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. در تاجیکستان هر یک عائله از اکسیم بانک چین $800 قرضدار است. ساختمان مهمانخانه 5 ستاره‌دار اسماعیل سامانی را در قطار بنیاد مکتب‌ها از پرداخت انداز آزاد کردند. نرخ گاز یک باره قیمت شده. این وضع رانندگان واسطه‌های نقلیات و ساکنان را در تاجیکستان به تشویش آورده است. تماشابینان گرامی، هموطنان ارجمند، در برنامه امروزه میخواهم دقت شما را به یک مسئله مهم جلب سازم. دیروز وقت درباره از انداز و باج گمرکی آزاد کرده شدن دو شرکت چینی در تاجیکستان گپ زدیم، دیده شد به نوار کم کسان اهمیت دادند. معلوم می شود مردم تا درجه بی‌پروا شدند که حتی دزد و قلاب تا داخل خانهشان در آمده تمام مالکیتشان را از خود کند هم پروا ندارند. قسم بطلو رپ و قسم هوششان سری پورات است. هموطنان عزیز، یک بار از خواب بیدار شوید، یک حساب کتاب کنید. کودک حالا تولد نشده اتان از کشور چین کمش $150 قرضدار تولد می شود. اما این خواجه احرار ولی تاجیکستان در درون ناخونک البته همه دارایی کشور را تنها به خاطر ماندن در کرسی شکمی سیر خود و اولادش داده ایستاده است. تاجیکستان این حال از سگ کشور چین استخوان قرضدار است. ببینید، بانک صادرات و واردات چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان باقی میماند. 41% قرضهای خارجی تاجیکستان از این بانک است که بیش از $1,200,000,000 را تشکیل می‌دهد. با این حساب هر تاجیکستانی با شمول نوزادان و موی سفید و کمپرها از این بانک چینی حدودی $135 قرضدار است. اگر خانواده شما از 6 نفر عبارت است، شما به اکسیم بانک چین بیش از $800 قرضدار هستید. حکومت نیت دارد در 3 سال آینده باز بیشتر از 1 میلیارد دیگر قرض گیرد که حداقل 350 میلیون از آن از بانک چینی خواهد بود. یعنی در 3 سال آینده قرض خانواده شما نزد این بانک از مرز $1,000 عبور میکند. اگر به خانوادهتان در این مدت 1 نفر همراه شد، قرضتان $1,200 می شود. اگر پدر و مادر موی سفید دارید، پس قرض شما نزد چینی ها بیش از $1,500 خواهد بود. قرض دهنده دومی تاجیکستان بانک جهانی است. 11% قرضهای خارجی تاجیکستان یا حدود $350 میلیون آن به این بانک تعلق دارد. با همین حساب هر تاجیکستانی از این بانک حدودی $40 قرضدار است. قسم اعظم قرض تاجیکستان نزد این بانک از ساختمان راه ماشینگردی دوشنبه چناق به وجود آمده است. این راه از طرف جمال‌الدین نورعلیف داماد امامعلی رحمان پولکی کرده شده است که درآمد صافی سالانه اش بیش از 100 میلیون را تشکیل می دهد. اما 1 تین این درآمد هم برای پرداخت قرض چین مصرف نمی شود. این مبلغ ها به حساب های آفشاری جمال‌الدین و آزاده فرستاده می شوند. در 10 سال دختر و داماد رئیس جمهور از این راه بیش از $1 میلیارد فایده صاف گرفتند. اگر پولی درآمد از استفاده راه پولکی برای پرداخت قرض کشور مصرف میشد،
نه تنها خراجات ساختمانی آن الکی پوشیده میشد، بلکه قرض کشور از اکسیم بانک وجود نمی داشت. یعنی شما حالا $800 از این بانک قرضدار نبودید. همچنین جمال الدین نورعلیف از فروش شناسنامه‌های داخلی و خارجی، عوض اسعار، بانک سپتامین و چندین بیزنس دیگر میلیون ها دلار درآمد گرفته و آفشورها میفرستد. شاید تنها پولهای دزدیده این داماد کافی باشد که تمام قرضهای تاجیکستان پرداخت کرده شود. داماد دیگر شمس‌الله صاحبوف هم از جمال الدین کمی ندارد. او نیز ده‌ها ساحه را منپوله کرده، سر از حجت رانندگی و معلوماتنامه طبی تا شیره کمال قاچاق مواد سوخت سالانه صدها میلیون مردم را غارت میکند و به خارج به آفشور میفرستد. دامادهای دیگر نیز کوشش میکنند از این دو داماد عقب نمانند. حالا جمال الدین نورعلیف انتقال پول را منپوله کرده ایستاده است. قبلا با ابتکار او بانک ملی تصمیم گرفت اسعاری از خارج انتقال شونده مهاجران را با پول ملی پرداخت نماید، اما با قرب خیلی پایانتر از بازار و حتی بانک ها. طبق حساب نشریه معروف The Insider، از پول فرستاده مهاجران با پول سامانی پرداخت کردن بانک ها جمال الدین نورعلیف سالانه حدودی 200 میلیون دلار درآمد خواهد گرفت. از خود انتقال پول 30-40 میلیون دلار دیگر. دیدید؟ قرضدار ملت می شود، فایده را یک اولاد می بیند. حالا با این تمام نه. جانورها از قرضگیری خیلی مزه خوردک شده اند. در 3 سال آینده حکومت قصد دارد بیش از 1 میلیارد دلار دیگر قرض گیرد. آیا این را کسی فکر کرده است که کی و چگونه پرداخت میکنیم این قرض ها را؟ به جای کم کردن قرض، حکومتداران ما قصد دارند باز هم قرضگیری را بیشتر کنند، حالان که راه‌های بدون قرضگیری به راه ماندن اقتصادات کشور هم وجود دارد. دقت دهید، داماد رئیس جمهور تنها از پولهای انتقال دهنده مهاجران بیش از 700 میلیون دلار فایده به دست می آورد. با درآمدش از راه پولکی آن به 1 میلیارد دلار می رسد، یعنی برابر به قرضی که حکومت می خواهد گیرد. و این درآمدی تنها 2 بیزنسی داماد رئیس جمهور است. همین مقدار فایده را شمس‌الله صاحبوف از 10 بیزنسی منپوله کردهش به دست می آورد. داماد دیگر: اگر کشور ما واقعا دموکراتی و حقوق بنیاد می بود، تنها نظارت جدی به درآمد اولاد رئیس جمهور کفایه بود که تاجیکستان از هیچ کشور تین قرضدار نباشد. دانسته مانید که غیر از جمال الدین شمس‌الله، رئیس جمهور امامعلی رحمان 5 داماد دیگر دارد که هر کدام چند ساحه را منپوله کردند. برای مثال واردات تمام محصولات نیازی اولیه مردم، سر از آرد و روغن تا گوشت مرغ و شکر منپوله داماد هاست. اگر همه این قلابی های یک اولاد زیر نظارت ملت می بود، ما قرضدار نمی شدیم، بلکه قرض هم می دادیم. اما همانا کشور در حالت قرضداری قرار دارد. 4/1 حصه اهالی در بدر و سرگردان، 80% قوه قابل مهنت غلام در روز. اکنون شما خودتان قضاوت کنید که سطح پست زندگیتان از تاثیر جنگ شهروندی 27 سال قبل است و یا بحران جهانی است، یا اینکه به سبب دزدی یک اولاد. ساختمان مهمانخانه 5 ستاره‌دار اسماعیل سامانی را در قطار بنیاد مکتب‌ها پارلمان کشور از پرداخت انداز در سال آینده آزاد کرد. این در حالی است که یک نفر صاحبکار بیچاره اگر انداز 1 ماهش نسپارده ماند،
ناظران انداز به در دکانش مهر میزنند و اموالش را حساب میکنند و جریمه بندیش میکنند. اما یک شرکت توان ساختمان مهمانخانه 5 ستاره دار داشته را از انداز و باج گمرکی آزاد میکنند. چرا؟ علت در چی باشد؟ همکارم صفیه با شرح این خبر و چند رویدادهای دیگر گزارش میدهد. ساختمان مهمانخانه 5 ستاره دار اسماعیلی سامانی را در قطار بنیادی مکتب‌ها از پرداخت انداز در سال آینده آزاد کردند. در بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2020 قید می شود که ساختمان مهمانخانه از پرداخت انداز و ارزش علاوه شده انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیلگرد و انداز از فایده در سال آینده آزاد کرده می شود. همچنین کار و خدمت رسانی ها آید به ساختمان مکتب های تحصیلات عمومی در قلمرو جمهوری از پرداخت چنین اندازها آزاد کرده می شوند. قابل ذکر است که بنیاد مهمانخانه اسماعیلی سامانی همه ساله از پرداخت های انداز و باج های گمرکی آزاد کرده می شود. ساختمان انشاءاتی مذکور بیش از 13 سال این جانب جریان داشته طبق نقشه باید سال 2020 به استفاده داده شود. مشغول ساختمان این مهمانخانه شرکت هلدینگی اسماعیلی سامانی عصر 21 بوده فرمایشگری آن دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان به رادیوی پیام گفت مقصد از درازا کشیدن ساختمان این مهمانخانه آن است که دستاندرکارانش میخواهند هرچی بیشتر با نام این مهمانخانه مال و کالای زیاد بدون باج گمرکی به انداز به کشور وارد کنند. علیم شیرزمانوف حتی با دست خود فرمایشگران ساختمان سوخته شدن بینای این مهمانخانه را بعید نمیداند. یادرس میکنیم که روز 4 نوامبر سال روان در این مهمانخانه ساختمانش ناتمام سوختار به عمل آمد. سببش استفاده نادرستی نیروی برق از جانب بیناکاران معنی داد شد. درباره حجم ضرر سوختار که به حساب و کتاب آن کمیسیه مخصوص مشغول بود معلومات داده نشده است. مقامات تاجیکستان با بازگردانیدن 10 دانش آموز تاجیک از مدرسه های کشوری بنگلادش این افراد را در تعلیمگاه مخصوصی شبانه روزی تحت آموزش قرار دادند. والدین این دانش آموزان میگویند که حتی در روزهای تعطیل نیز به آنان اجازه دیدار با فرزندانشان را نمیدهند. وزارت معارف و علم تاجیکستان به این قرار آمده است که این دانش آموزان باید در تعلیمگاه مخصوصی شبانه روزی که مخصوص کودکان و نورسانی دشوار تربیه است دوره مطابق شوی با نظام آموزشی کشور را بگذرانند و بعداً به مکتب‌های معمولی برگردانیده شوند. احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم تاکید کرده است این دانش آموزان تا به حال در مکتب‌های کشور آموزش ندیدند و باید طی دوره 3 تا 6 ماه خود را با شرایط آموزشی تاجیکستان مطابق کنند و پس از این مرحله موضوع بازگردانیدن آنان به والدینشان و پایه تحصیلی آنان در مکتب‌های دولتی محلی اقامتشان مشخص خواهد شد. حکومت تاجیکستان از سال 2010 تا کنون هزاران دانش آموز تاجیک را برای قرار نگرفتن تحت تاثیر افکار گروه‌های افراطی از مرکزهای آموزشی کشورهای اسلامی بازگردانیده است. در نقطه‌های فروش سوزشواری منطقه باختری ولایت ختلان نرخ گاز یک باره از 3 سومانی و 30 درم به 4 سومانی رسیده است که این وضع رانندگان واسطه‌های نقلیات و ساکنان را به تشویش آورده است. طور سامانه فرج خبر می‌دهد در منطقه باختری ولایت ختلان ارزش گاز مایع به یک بارگی گران شده است و ساکنان از قیمت شدن آن اظهار نگرانی می‌کنند. ساکنان بیشتر از آن در هراسند که با گران شدن نرخ گاز راهگیرا نیز از جانب رانندگان بالا برده می شود. سبب بالا رفتن نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع را فروشندگان نقطه‌های سوزشواری منطقه باختر در عامل‌های بیرون می‌دانند. به قول یک فروشنده نقطه سوزشواری در شهر باختر آنها گاز را از خارجه با نرخ گران خریداری می‌کنند. در همین حال کارشناسان محلی عامل بالاروی این مشکل را نیز از کارکرد نشدن کان‌های نفتی کشور می‌دانند. به قول آنها واردات سوزشواری در تاجیکستان تنها به 2-3 شرکت ربط دارد که آنها در نرخ گذاری آزادند. اگر شرکت‌های وارد کننده سوزشواری در مملکت بیشتر باشند با رقابت پیدا شدن نرخ پایان خواهد رفت. در همین حال گفته می شود که از بالای نرخ باید خدمات ضد انحصاری نظارت کنند.
декларатор як пойгоҳи эъломияҳо дар бораи даромад ва амволи мансабдорони Русия харитаи амволи ғайриманқули мансабдорони Русро дар хориҷа таҳия кардааст. дар он беш аз 6000 иншоот дар 75 кишвар зикр шудааст. дар торнамои декларатор қайд мешавад ки бо таҳлили маълумоти зиёда аз 270 000 эъломия коршиносони декларатор ба хулосае омаданд ки амволи ғайриманқул аз ҳама бештар дар кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ, қазоқистон, арманистон, беларус ва тоҷикистон ҷойгир шудааст. дар тоҷикистон мансабдорони рус 559 амволи ғайриманқул доштанд. тибқи маълумот ба 10 гонаи аввал ҳамагӣ 3 кишвари хориҷи дур шомил гардиданд. пешсафии кишварҳои пасошӯравӣ дар ин самтро низомиён таъмин мекунанд. ин дар ҳолест ки хизматчиёни давлатии тоҷикистон ба харидории амволи ғайриманқул дар қаламрави кишварҳои дигар ҳуқуқ надоранд. аз соли 2015 мувофиқи тағйирот ба қонун дар бораи хизмати давлатӣ ба хизматчиёни давлатии тоҷикистон кушодани суратҳисоб дар бонкҳои берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ ва пасандоз кардани маблағу чизҳои гаронбаҳо дар онҳо манъ аст. ба ҷуз ин хизматчиёни давлатии тоҷикистон ба харидории амволи ғайриманқул дар қаламрави кишварҳои дигар ҳуқуқ надоранд. новобаста аз ин мушоҳида мешавад ки танҳо дар худи русия хизматчиёни давлатии тоҷикистон ҳазорҳо амволи ғайриманқул ва ҳатто тиҷорат доранд. бо номнавис кардани ин амвол ба номи яке аз пайвандонашон худашонро аз ҷавобгарӣ халос мекунанд. аммо таҳлилҳо нишон доданд ки баъзе аз фарзандони ҳеҷкораи мансабдорони тоҷик дар русия ва аврупо ва ҳатто амрико дорои амволи ғайриманқули гаронбаҳо ҳастанд. тамошобинони арҷманд, ҳамарӯза ба шабакаи ютубии мо бо ҳисоби миёна то 200 нафар обуна мешаванд. шумо низ аз қатор намонед. ба шабакаи мо обуна шуда аз муҳимтарин масъалаҳои доғи рӯз ва хабару рӯйдодҳо бохабар шавед. пахши тугмаи лайк ва зангуларо лутфан фаромӯш накунед. хоҳишмандем ҳар рӯйдод ё ҳодисаеро шоҳид шудед, лутфан ба навор гиред ва сабти онро ба рақами мо 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои ватсап، вайбер, имо ё телеграм фиристед. барномаҳои дигари мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net қобили дарёфт аст. бо ҳамин ба шумо шаббахайр мегӯем. бо дуои амният ва файзу баракат дар хонадони якояки шумо ва умиди дидор дар рӯзи дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоh.